سلام به تمام ایرانیای عزیز، هر جا هستین خوب سالم باشید. در حال ضبط برنامه گشت اسپیشو فصل دومش هستیم. فصل اول به لطف شما مردم عزیز خیلی بازدید خوبی خورد. تشکر میکنم از همه عزیزان، تمام عزیزانی که تو این برنامه همراهی کردن، تشویق کردن، لطف کردن، دست بوستون هستیم. برنامه گشت اسپیشو در حال اجرا می باشد در حال حاضر با چند هنرمند به نام گلستان و مازندران، هنرمندانی که در دهه 70 80 وقتی که موسیقی محلی ما، در دهه 60 خوانندگان ما، بزرگان موسیقی، 20 سال هنر ما راکت بود. فرض بر مثال نظام شکارچیان، اکبر ذوقی، استاد اصغر کتولی، حسین زاده، خوشرو، خانم ماری محمدی و خانم گوهر به طور حرفه‌ای دیگه برنامه اجرا نکردن. اگر هم خواننده‌ای بودن تو برنامه یا کاری میکردن، در مراسم‌های مردم میرفتن، مثل اصغر کتولی، مثل الزمون شکارچیان، مثل جناب عبدی در صدا سیما، آقای ابوالحسن خوشرو. تو دهه 70 هنر موسیقی محلی راکت، نابود، صفر، پوچ. بزرگانی اومدن، عزیزانی اومدن، هنرمندانی اومدن، یه انقلابی کردن. مهمان این برنامه هستن، لطف کردن تشریف آوردن. 10 نفر این بزرگان هستن که من 4 نفر انتخاب کردم. بابت اینکه تو این برنامه تشریف آوردن کمال تشکر دارم. خیلی ممنونم ازشان. این هنرمندا معرف حضور تمام بینندگان گلستان، مازندران و ایران. خب یه آهنگ میبینیم، برمیگردیم ادامه برنامه با مهمانای نازنین در خدمت شما بزرگواران. این آهنگو ببینیم برگردیم. مرسی. تو واسه بعدی من شفت دیوانه، نسردان من ناسامونم نخورم، همین دستم بمیرم این زمانه، جانزو به دلی تنگم بمانه، عاشق ایمه یاد باره، دوباره آن کردم استخارم، چه خوب بمونه یک بار که 1000 بار، تمه مشوق بونی باز بارم، تمه مشوق بونی باز بارم. آهنگی که شنیدین ساخته‌های خود بنده بود، انشالله که مورد پسندتون قرار بگیره. آهنگ استخاره، آهنگی که خودم هم شخصا دوستش دارم. مهمانی که دعوت کردم تو این برنامه معرف حضور همه عزیزان هستش. ملقب به پیرصدای مازندران جناب آقای گتاقای حسینی، یعنی همون سید نوری. گتاقا جان سلام. سلام حسین جان، خوش اومدی. خیلی ممنون، خیلی تشکر میکنم ازت که ما رو لایق دونستی و دعوتمون کردی تو برنامه گشت اسپیشو. دمت گرم. دست شما درد نکنه. سلام من با بینندگان عزیز. خدمت بینندگان عزیزم سلام عرض میکنم. امیدوارم که حال همگیتون خوب باشه و در خدمت شما عزیزم. خیلی متشکرم، خیلی ممنون. گتاقای حسینی یه القابی داره به عنوان پیرصدای موسیقی. نه اینکه سنش بالا باشه، چون صداش خیلی برمیگرده به دهه 70. بله. در حقیقت کودکی. بله. از سن 15 سالگی. آفرین. اگر لقب پیرصدا داره دلیل اینه، صداش خیلی سابقه داره. خیلی برای مردمم سوال شده که چرا این لقب داره؟ بعد میگم آقا چون که ما زود شروع کردیم از سن 15 سالگی. آقای مهران کارگرم که رفتی پیشش استودیو آهنگ زدیم، منو گفت پیرصدای مازندران که دیگه موند. بسیار زیباست. من خودم بهش گفتم چرا گفتی پیرصدا؟ گفت از همین قدیمی تری. گفت دست شما درد نکنه. گتاقا در دهه 70 جوان، نوجوان اومد تو برنامه موسیقی و دهه 80 یک آهنگ رقم زد، یک ترانه خواند، یک صدای جاویدانه، صدایی که تا حالا شما نشنیدین، شخصیتی که تا حالا ما تو دهه 50 60 70 خواننده زیاد داشتیم که اول برنامه عرض کردم بزرگان موسیقی بودن، ولی اینکه برنامه به این صورت درست کنن گتاقا جزو اول کسانی بود. درسته؟ بله. اسم آهنگی که خونده بودین؟ من آهنگ زیاد خوندم. نه اول آهنگی که اول که از نوار کاست بود، چلچلای سفری بود و ایوان بانو جان، و بعدم که اومدم که وارد بازار شدم کبوتر بچه بودم مادرم مرد. آفرین. کبوتر بچه بودم مادرم مرد، یکی از آهنگایی که من شخصا خیلی دوستش دارم. بازتاب خوبی داشت. همون آهنگ تو قلب تمام مردم 3 دهه شده.
همچنان با اون آهنگ گتاقا میشناسن، گرچه بهترین آهنگا رو اجرا کرد طی این سالها. بریم این آهنگ رو ببینیم در کنار دوست بزرگوار هنرمند به نام گتاقا حسینی ملقب به سید نوری و همون پیرصدای موسیقی گلستان و مازندران شمال ایران. بریم آهنگ رو ببینیم، برگردیم در خدمت مهمان عزیز. از خال خوبیم سینه سر، از خال خوبیم سینه سر، ولی دل برداری غریبه ور، ولی دل برداری غریبه ور. این رسم عاشقی نوه دل بر، این رسم عاشقی نوه دل بر. تو شاد بوشی و من بو هم در بدر، تو شاد بوشی و من بو هم در بدر. دل بر چپی و پای جنه بی حیای، من تی عاشق به ما تو. بسیار زیبا آهنگ عزیز گتاقای حسینی، چه صدای نازنینه، چه سبکی. من قبل از اینکه گتاقای عزیز مطالبی درباره این آهنگ بگه، شرایط به طور سخت بود در آن زمان سال 80. خود گتاقا بگو وقتی این آهنگ رو ساختی اطرافیا خانواده واکنش چطور بود؟ والا حقیقتش ما اوایل که میخواستیم بریم مجلس شاید باورتون نباشه، شاید یواشکی خانواده مخالف بودن نمیذاشتن. بعد خانواده پدری ما یه خورده مذهبی بودن، عموهای من تعزیه خونن، پسرعموهای من مددان. بعد عموها پسرعموها میومدن به عمو من میگفتن آقا به بابای من چرا مثلا ما داریم مددایی میکنیم این رفت اونوری. گفت عیسی به دین خودش، موسی به دین خودش. گفت شما دارین برای امام حسین هم اینا رو دل مردم شاد میکنه. هر کی که دل مردم شاد کنه یا مددایی زیبا بکنه یه جایگاهی برای خودش داره. به خدا اوایل تا یه ماه دو ماه اول یواشکی میرفتم مجلس، تو عروسی ها شرکت میکردی یا کلیپی میزدی؟ آره کلیپ که اول نمیتونستیم بزنیم از ترس پدر و مادر. بعد دیدن نه دیگه استقبال زیاد شد دیگه پذیرا شدن دیگه استاردشو زدیم. آره. بسیارم زیبا. این که گتاقا میگه در حقیقت چیزی واقعی است. در دوره 60 70 تا حتی 80 ما هنرمندا عذر میخوام اگر به این ترتیب به این منوال می اومدی کلیپی میزدی میگفتن طرف مطربه، علل خصوص تو خانواده‌ای باشی که تمام خانواده متدین بله دینی بله مدا بله. جامعه قبول نمیکرد تا اینکه پیشتازان موسیقی مثل گتاقا حسینی و ایزان دیگه مثل استاد مجید فلاح، مثل جابر کیانی، عجوبه ای تو مازندران گلستان به عنوان بهترین خواننده فارسی در زمان دهه 70 80 اومد. این ایزان راه رو هموار کردن برای جوانایی که امروز هر خونه ای اگر بریم هر خانه یه دو تا دیجی حتما هستش. من یه مطلب عرض کنم خدمت شما. قبلا که ما اون موقع نوار کاست نوار بله. ما که امروز نوار میخوندیم یک سال دیگه نوار میرسید به ساری تازه گفتن گتاقا جدید خون. تمام آفرین. الان کسی که آهنگ میخونه یک دقیقه دیگه خود آمریکا آهنگش هست به لطف انستا صفحه های مجازی. ولی ما خیلی سختی کشید تو این 100% آقای ما گتاقا نوار میزدیم یک سال دیگه سال بعد تازه گفت گتاقا جدید خون. تازه خودت میشنیدی من کاری که امسال زدم سال بعد تازه تصویر بردار. حالا شخصی کسی که آهنگ میخونه یک دقیقه بعد خود آمریکا اون آهنگو داره. شما میگی یه دقیقه، من میگم نه فلودوه دارن آهنگشو کل جهان میبینن. ای کاش اون موقع دنیای مجازی بود. در همون زمان، در همون دنیا، در همون سال، اگرم سالی یک بار گتاقا بزرگی هستی تو فرض مثال هنرمندان گلستان مازندران ثبت کردی، القابی داری، آهنگی داری تو کارنامه کاری گتاقا. بینندگان عزیز اگر ورود کنین گتاقا بیش از چند آهنگ از خود داری، از خودت ساختی؟ شاید بگم بالای یعنی سبک نه خودت مال خودم شد بالای 20 تا سندش مال خودم. اینکه خواننده‌ای بیاد در دهه 80 با تمام مشکلاتی که که سند گفتم با شعر و آهنگشو بیاد 20 تا آهنگ بخونه تو اون شرایط سخت، 20 تا آهنگ بخونه. بعد که ببخشید میونه کلام حسین جان عزیز، این 20 تا آهنگم که خوندم هنوزم کل خواننده‌های دیگه هم دارم میخونم تو عروسی. خوشحالم، افتخار میکنم که آهنگ من انقدر زیباست،
اینقدر دلنشینه که کل هنرمندان مازندران گلستان دارن تو عروسی‌ها، تو جشن‌ها، تو بزمی‌ها اجرا میکنن. اصلا ناراحت نیستم، خوشحالم، چون که میدونن این آهنگ آنا رو که دارن میخونن میدونن مال گدا حسینیه. بله. آهنگ جان مار نده مثلا به فلان جا.